سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. بعد اینکه امروز اومدیم با 2 نفر دوئل بزنیم که اینجا بهتون توضیح میدم از چه قراره داستان، اصلا چی هست چی نیست. ما اینا داستانی که بازی کردیم و اینا اومدن ما رو زدن. چرا؟ چون من داشتم رکورد میکردم. حالا اینجا هم دوست نمایش گفت اینا چرا اسنایپ کشیدن. آره ما اینا بازی کردیم. بعد من چون فیلم میگرفتم همین الانشم گوشیم خیلی لگه. بعد من چون با دسته بازی میکنم دستور پذیری گوشیم خیلی پایین اومده بود به اصطلاح. به خاطر همین اینا تونستم منو بزن. حالا تا آخر ببینید به سختی تونستم باشون بازی کنم با کلان رکورد. خلاصه ما با اینا بازی کردیم و اینا ما رو زدن. همین الانش هم میبینید مثلا الان زدم بزنم و نخورد. بعد اینجا رو یادم نیست، اینجا زدم یکیشون و اون یکی منو زد. خیلی فشار خوردم. نه نخوردم. یادم نمیاد اصلا گیمشو. آره خلاصه که ما اومدیم بیایم شیپمنت و کیاره ما کشیدیم که ببینیم چی میشه. اینجا رفیقم همش داشت میخورد، من اینجا باشون داشتم بازی میکردم. آره اینجا انتقام گرفت. لامصب قبلش خطشو گرفت زدمش انتقام گرفت. وای اینجا اینو زدم یکی من سرگیجی گرفتم گفتم داشت بیا پایین دیگه. آخرم منو زد نامرد. آره خلاصه اصلا تو بازی این شکلی نبوده، یعنی یه جوری داشتم خوش شده. آقا حقشونم بود. طرف اصلا نگاه من اینجا زدم بزنه ولی نخورد. بعد جالب اینجا من این همه داشتم میزدم 11-9 بودیم. چرا؟ چون رفیقم هم میمورد. اینجا دقیقاً داشتم گفتم دستور پذیری دستم پایین اومده بود. همین بود. مثلا الان لیز نمیخوره. نگاه من فقط میپرم. خیلی فشار داشتیم اینجور جاها. تا اینجا دیگه عصبانی شدم. به رفیقم گفتم داش لف بده که من نمیخوام با تو بازی کنم. خلاصه رفیقم جلوتر دید من خیلی عصبانیم، لف داد گیم. آره اینا اینجا زد. خلاصه تک به 2 بازی کردیم و اینجا منو زد. بعد حالا ببینید چجوری گیم رو جمع کنم. یکیشون 2 تا. خیلی بازیم لگ بود، یعنی عادی من نمیتونم با این لگ بازی کنم. خیلی بد بود. ویدیو رکورد کردن خیلی بد. گوشیم داغ کرده اینقدر اصلا. نگاه دیگه دیدن من دارم میزنمشون. نگاه 2 نفره راش میدن لاشیا. نگاه این اومد. حالا از این ورین یکی میاد. نیومدی؟ اومد. نگاه این پشت رفت قایم شو یهو دلی اون یکی اومد. ناکسا رو نگاه 2 نفره قشنگ. ببین اینجا انقدر عصبانی بودم که تو مثلا میبینی داری میخوری وای میستی، تیمیتت که اومد بد راش میدی. یا جلو رو در رو دیگه. حالا دوشواری نداریم که یه بار میزنم. اینجا اومدم برگردونم دستم برنگشت. درست. بعد اونقدرم عصبانی بودم اصلا رحمی نمی کردم، مثلا شل نمی گرفتم با اینکه خیلی گوشیم داغ بود. نگاه مثلا اینجا لاشی. بعد میبینید رو صفحه کلیک میکنم بره اما نمیره. بعد نرم نمیتونم دستم رو تکون بدم. خلاصه اینجا تونستم، اینجا دیدم طرف همو بهتون نشون دادم. این از اینا زده که وقتی خواستم سگ بزنم نگید من مثلا نوب بازی در آوردم. اما آخرم خب گفتیم بلش کن، گناه دارن نور سگن. سگی نزدیم. نگاه چه دری میره. خدا برگرد داشت اینجا ما باید منتظریم. برگرد قرار نکن داداش. میبینید اصلا لگ در چه حد. اینجا میدونستم از این ور نمیاد اما یا یارش اومد.
خیلی اینجا فشار خوردم سر اینکه زدم و نمرد. 2 بار زدم دمیج شد و 1 بار روش ایل گرفتم زدم نمرد. با این حال 21-25 بودیم. 2 به تک با یه همچین وضعیتی من این همه زدم نفله کردم. مین میکاره. خب بابا مرزای نوب سگی جا به جا کردید، زشته به مولا. اینجا دیدمش بزنم یادم نمیاد دقیقا چی شد. آره اینجا زدم، این یکی من زد. بعد نگاه چقدر نوب سگ شاتگان منو برداشت. داشت شاتگان ما شاتگان خوبی نیست. نگاه 2 بار زدم دمیجت کرد. چقدر در میره. 2 بار زدم دمیجت کرد. داشت بر نداری بهتره. شاتگان خود از وسط مپ میزن. بخور دیگه در نرو. بودو بیا بیرون. بودو آفرین. فکر کرد 2 نفره الان میرزید سرم که الان 2 نفره راش میدی. آخه چرا اسپانش نباید اینجا باشه ها. اسپان داشت میخوای بزنی منو بکشی. من از این ندارم آمپول دارم. اسپانش نباید تو صورتم میبود. حالا خدا رو شکر بک نبود. یه بازی کردیم بک اومد اسپان داد قشنگ فشار خوردم. خب به من نه چی مقاله آره اینجا گفت آره چیپس میخور. ببین انقدر بیشوره اینجا فکر کنم خوردم. آره یادم نمیاد خوردم. آره اینجا رو خوردم. نگاه میبینید دست شاتگان منه. خدا وکیلی چرا مثلا منو میخوای فشاری کنی الان شاتگان منو برداشتی بیا یه جوری میزنه. اینجا ندیدمش بچه شما دیدیدش با کانتین یکی شد لامصب. اینجا گفتم چه مقاله ماما نه. بعد دیگه گفتم داشت اون کلک قدیمی رو نمیتونی اون دوباره بزنی. بعد اینجا انقدر فشار میخوردم. بعد چرا این الان جلو من اسپان شده اصلا. اینجا انقدر فشار میخوردم که مثلا شاتگان منو برداشته. یکم هم MVP ببینیم. قشنگ جیرش دادم. تو روم رفتیم هیچی نگفتن. از ترسشون هیچی نگفتن. خیلی جالب بود. میگم از ترسشون به خدا هیچی نگفتن. از اینکه 2 به تک باختن. بعد حالا وایس ما این وسط وصل نمیشه. این داشمون خودش لفت داد دیگه. سطح و دید و لفت داد. اون یکی هم که خودمون گفتیم برو به درک کشکه. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. تندرست سالم و سلامت باشید ایشالله همه جا. و فعلا